گزل، ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی یا مارپیچی. آرنولد گزل یکی از معروفترین و شناخته‌ترین افرادی است که کارهای مطالعاتی و مشاهداتی او در زمینه رشد انسان از تولد تا نوجوانی چشمگیر میباشد. 1956، 1946 و 1940 توصیف او از گرایشات سنی مورد قبول بسیاری از والدین در ایالات متحده قرار گرفته است و به عنوان معیارهایی از آنچه که آنها از رشد فرزندانشان انتظار دارند مطرح گردیده است. جهتیابی زیست‌شناختی گزل با ملاحظه مراحل از پیش تعیین شده کمال، نقطه نظرات نسبتاً روشنی از مطالب قبلی ارائه می‌دهد. در حد تئوری، گزل یک فرمول عمومی پیشنهاد می‌دهد که رشد ذهنی یک فرآیند پیشرفته است و آن مبتنی بر تفکیک و تمیز مطالب از یکدیگر و کامل کردن آنها میباشد. مطابق این نظریه ممکن است عوامل محیطی رشد را تسهیل نموده و یا مانع آن شود، اما جهت اصلی رشد توسط نیروهای بلوغ مشخص می شود. گزل به منظور بیان کردن علت تغییراتی که ما بین مراحل رشد ذهنی وجود دارد مدل یک حلزون را استخدام می کند. 1946 رشد شامل نوسانی در امتداد خط جریان حلزون به طرف پختگی و کمال می شود. کودک غالباً به شکل‌های اولیه‌ای رفتار برمیگردد قبل از آنکه او قادر به پیش افتادن از ایفای نقش‌های قبلی خود باشد. بنابراین پیشرفت و پسرفت جزئی تا زمانی که پیشرفت مجددی اتفاق افتد خط سیر تغییرات رشدی را توصیف و مشخص می‌کند. گزل مانند حال نوجوانی را یک دوره انتقالی میان کودکی و بزرگی می‌دید و برخلاف حال او نوجوانی را یک دوره طوفانی متناقض و افراطی تصور نمی‌کرد. اگرچه در تعمیم او که از مشاهدات تجربیش استنتاج می‌شود، گزل تفاوت‌هایی را که در درون نوجوانی از سالی به سال دیگر ظاهر می‌شود به عنوان فشار می‌شناسد. این تقریباً با نظریه طوفان و فشار حال شباهت دارد، دیدگاهی از رشد که گزل قبلاً در نظریه پردازی خود بر آن تاکید کرده بود. 10 سال به عنوان دوره باثبات، خوب و متعادل برای خانواده خویش و روی هم رفته علاقه‌مند به همراهی توصیف شده است. مثل همین مدت زمان او توسط اجتماعات سری فریفته می شود و فوق‌العاده نسبت به مراجع قدرت حساس می شود. با در نظر گرفتن جنس